در رسیدیم مهمان خیلی عزیز با خود دارا میرزا رضایی محصل هستند و روی موضوع چگونه جوانان را به مطالعه عادت بدهیم انشاءالله همراهشان صحبت‌های خود داشتیم. جناب رضایی صاحب سلام، صحبتتان بخیر. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام درود احترام دارم خدمت شما گرامی و همچنان امید از هموطنانی که ما را از پرده های تلویزیون بیننده هستند. امیدوارم همه جور و صحتمند بوده و یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشیم. سلامت باشین. شما صبح چطور آغاز کردین؟ بسیار یک صبح خوبی داشتم. نام خدا سلامت باشین. موضوع از چگونه جوانان را به مطالعه عادت بدهیم. اولی باید بفهمیم که جوانان کی است. یک تعریف اگر ازشون داشته باشه، یک کم معلومات برامون بدین. جوانان به اون افراد یا کسانی گفته می شود که از بود رفتاری، از ابعاد شناختی و همچنان از بود روانی به یک حد معیاری طبیعی رسیده باشد. مانند یک جوان بتواند بهترین تصمیم گیری رو در زندگیش خودش بتواند. فکر کن به زمانی که در یک مشکل برمیخورد، به یک مشکلی روبرو می شود، خودش بتواند یک تصمیم گیری در اون جنبه داشته باشد. و یک از مراحل مهم زندگیمان، در اصلی زندگیمان مرحله جوانی است. امروز به اساس بازدیدی که خودم داشتم از افراد بزرگترین حسرتی که در زندگیشان مانده هست، حسرتی از این است که از جوانی خود خوب استفاده نکرده است. مثل که شاعری میگه اون چنان که از رفتن گل خار میماند بجا، از جوانی حسرتی بسیار میماند بجا. اما چگونه میتوانیم که این حسرت در بزرگسالی یا که در سنهای میان کهنسالی اینا در وجودمان به وجود نیاید، که ما یک حسرت نداشته باشیم که جوانیمان خوب نگذشته است؟ به اساس مطالعه است. مطالعه برای ما کمک میکنه که ما برای جوان کمک میکنه که جوان یک مسیر درست را در زمان جوانی خود انتخاب کند، نه وقتش ضایع شود، نه اون حسرتی برش بماند که وقت جوانیم رفت، قوت و انرژیم رفت همین قسم. نام خدا. مطالعه چیست؟ چطور خود عادت بدیم که مطالعه اول که بیان در قسمت عادت گپ بزنیم. درست. عادت که یک فعالیت مستمری که یک فرد انجام میدهد بدون اینکه قصد پلان گذشته داشته باشد، به صورت غیر ارادی او را انجام میدهد. اما چگونه اما مطالعه که یک فعالیت کسبی است که جهت کسب نمودن دانش و علم و دانش می باشد. مطالعه یک فرایندی است که ما با واسطه اون می توانیم یک علم را، یک دانش را برای خود اندوخته کنیم. و بخصوص در عصر کنون مطالعه باعث ازی می شود که ما با محیط و شرایط خود سازگاری پیدا کنیم. در عصر کنون زمانی است که بمباران اطلاعات وجود دارد، اما زمانی که فردی که مطالعه دارد، یک جوانی که مطالعه دارد، تحت این بمباران قرار نمی گیرد، چون اون یک مسیر مشخص برای خود دارد. اون از بین هزاران موضوع یک موضوع مشخص تری را برای خود انتخاب می کند. مطالعه همین جنبه ها رو با خود دارد. سلامت. شما خودتان مطالعه میکنین؟ خودم در طول 24 ساعت 40 دقیقه همیشه مطالعه میکنم. باز کدام کتاب ها رو خودت خوش دارید؟ من سبک از زیادتر ادبی را علاقه‌مند هستم، چون زیادتر به شعرا علاقه‌مند هستم. بسیار خوب. مطالعه چه اهمیت در زندگی ما داره؟ مطالعه تنها ما نمیتونیم محدود کنیم که در عصر کنون مطالعه اهمیت دارد. مطالعه فکر کن زمانی که به پیامبرمان اولین سوره را خداوند فرستاد جهت آغاز نمودن رسالتش، سوره علق بود که در اون فرموده بود اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت. بله. زمانی که خداوند این آیه را برای پیامبران فرستاد، یعنی این بود که رسالت تو باید با خواندن آغاز شود. و همچنین خداوند در قرآن کریم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، و کسانی که میدانند و کسانی نمیدانند برابرند. زمان خداوند این را در قرآن کریم بیان میکند که کسانی میدانند با کسانی نمیدانند برابر نیستند. پس از اون چیزی که مشخص میکند دانستنی های ما را مطالعه است. و همچنان اگر یک بازدیدی از بزرگان داشته باشیم، مثل یکی از بزرگانی که ازش سوال شده بوده که علم بهتر است یا ثروت، گفته است علم بهتر است، چون علم ما را محافظت میکند، اما ثروت را باید ما محافظت کنیم. و همچنان ویکتور هوگو میگه خوشبختی دو جز دارد. یکی اون جز کتاب‌هایی را که ما میخوانیم، کتاب‌های خوبی را که میخوانیم، و دیگر دوست‌هایی را که ما انتخاب کنیم که عادت به مطالعه داشته باشند.
و همچنان تولستوی یک از نویسنده های روسی است، خیلی نویسنده بزرگ است. او نوشته است که بزرگترین لذتی که در زندگی وجود دارد لذت مطالعه کردن است. واقعا همین قسم هم است. ببینید زمان که وقت خود را تو صرف مطالعه میکنیم، اصلا انرژی منفی در زندگی ما نمیاد، در ذهن ما هیچ اون انگیزه های منفی نمیاد که ما رو به یک مسیر منحرف ببرد و همچنان باعث رشد ذهنیتی ما میشود، باعث ازی میشود که ما در یک آینده زیبا داشته باشیم، اهداف مشخص داشته باشیم و یک زندگی بسیار به حد سطحی معیاری با خود داشته باشیم. بله. چطور خود به مطالعه عادت بدیم؟ کدام راه ها و روش ها را بگیریم؟ خودت از کدام روش ها استفاده میکنیم؟ مثلا روزانه به مطالعه. بعضی از کتاب ها هست که آدم وقتی میخونه کمی خسته کن برش تمام میشه. ما برای خودم خیلی مبهم بود در قدم های اول. واقعا نمیدانستم که از کدام مسیر شروع کنم. بله. و امروز میدانم که اکثر جوانان در همین مانده است که از کجا شروع کنم، چه قسم شروع کنم و چطور پیش برم. همین بود که یک از استادان برای معرفی کرد که از رمان شروع کنم. من خودم از رمان شروع کردم. واقعا زمانی که رمان شروع کردم حدود 10 تا کتاب رمان خواندم. همین قسم این احساس میکردم که واقعا قوی استدلالم بالا رفته است و این باریم باعث مشوق کننده ای عمل کرد و من در همین مسیر قرار گرفتم و کتاب‌های عرصه موفقیت را زیادتر خواندم و همین قسم ادامه دارد. نام خدا. بسیار خوب. کدام عوامل باعث فاصله گرفتن جوانان از مطالعه میشه؟ یکی از عواملی که باعث از اینا میشود یکی من مبهم بودن است که اول چون خانواده های ما اکثرا چون سطح سوادشان پایین است، خودشان مطالعه نمی کند، بیشترین موبایل اونها استفاده می کند. زمانی کودک می بیند این هم در اون مسیر می رود و جوانان خاصن که زمانی می بیند که والدین مطالعه نمی کند این هم در مسیر مطالعه قرار نمی گیرد و چون بزرگ خانواده الگوست برای کوچکش. بله. و زمان و دیگر یکیش همین مبهم بودن است و دیگر فرهنگ مطالعه در جامعه ما کم است. پس وقتات شده که خودت تو علاقمندی نداشته باشی، امروز دلت نشه به کتاب خواندن، اما گفتی که نه باید من 40 دقیقه را صرف کتاب خواندن کنم، باز خودت چی فهمیدی تشویق میکنه که باید کتاب حتما باید بخوانم؟ بهترین راه این است که ما از قانون‌های 2 دقیقه استفاده کنیم. فکر کن زمانی که یک جوان میخواد خسته هست نمیخواد مطالعه کند ولی بگه من 2 دقیقه مطالعه میکنم، 2 دقیقه از زمانی که وارد کتاب میشد بخصوص کتاب‌های جذابی که خودش علاقه‌مند هست دیگر این 2 دقیقه به 40 دقیقه طول میکشد. این مسیر است که زمانی خسته باشیم هم میتونیم. درست. مطالعه های گروهی فایده‌مند است. بعضی از کسا هستند یک کتاب انتخاب میکنن، 10 نفر یا 15 نفر میرن یک کتاب انتخاب میکنن، کلشان میخونن، باز در اخیر میان نظریه خودم میکنن. این روش مطالعه موثر است؟ ما خودیم از روش گروهی زیاد مطالعه نکردیم، از مکتب خودیم فردی بوده کلا مطالعه. به نظرم چون یک بعض کتاب‌ها خیلی حجم کلان دارد. برای کتاب‌هایی که فکر کنم 500 صفحه حجم دارد یا که زیادتر از او، برای یک فرد که مطالعه کند، خلاصه گیری کند، نکات برداری کند خیلی سخت است. بله. اما اگر گروهی شود 10 نفری 15 نفری یک کتاب 500 صفحه‌ای را بگیرد، نکاتایش خلاصه کند، اینو به ورد تبدیل کند، بعد از او برای دوستای خود بفرستد که یک کتاب اینو یک جا کند، یک کتاب بسازد، بعد از او بخواند. بعضی وقتا ما این کتاب میخوانیم سخت میباشه برای ما. چقدر مهم است که ما باید بیرون یادداشتش کنیم؟ خودت تو عادت داری کتاب بخوانی باز نکات مهمش بیرون یادداشت کنی؟ بعضی کتاب ها واقعا سخت هستند زمانی که میخوانیم چون جملات استفاده شده جملات سخت است. بله. برای که ما در هر جمله و هر همون کلماتی که استفاده شده زیادتر تاکید کنیم، از اون خاطر بیرون نویسی خوب است چون هر جزء اون را میتونیم باز دوباره در اینترنت سرچ کنیم و در موشی بخوانیم. خوب است. نام خدا. پیامتون داشته باشم رضایی صاحب درباره جوان، درباره هر چیزی که پیامتون از به دوستای ما بگید. من یکی از پیامی که برای جوانان دارم این است که مطالعه را از کتاب‌های ساده آغاز کنیم. بله. زمانی که از کتاب‌های ساده آغاز میکنیم واقعا باعث میشود کم کم مسیر مطالعه را پیدا میکنیم. اما اگر یک جوان از سنگین ترین کتاب‌ها شروع کند این باعث از این میشود که دیگر اصلا دست به مطالعه نزند و باید جوانان زیادتر از کتاب‌های شروع کنند که واقعا علاقه‌مند هستند.
از ساده ترین به طرف همونطور جزئی ترین و سنگین ترین هاش. نام خدا بسیار. سلامت باشین. میرزا رضایی، تشکر از یک دعوت ما رو قبول کردین، لطف کردین که آمدین. تشکر. سلامت باشین.